درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجندقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار سیوم. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه‌های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. سرسخن مترجم. بر اساس تحلیل مقایسوی شیوه داستان نویسی، برداشت عنصرهای پارسی را در کیراپیدیا امکان دارد و تأثیر داستان نویسی پارسی را به کیراپیدیا تأکید نموده و خلاصه آمدن ممکن است که در تمام اثر تکرار حالتها به مانند دعای و مناجاتهای کوروش به خدایان و یا نگاه داشتن یک قسم غنیمت‌های جنگی برای سحرگران و فالبینان خصوصیت عمومی داستان‌های پارسی است. اینچنین محض در مکالمه‌ها تأثیر مورخان یونانی ظهور یافته در داستان‌هایی که اکثراً قصه را پره می‌کنند، اسلوب داستان نویسی پارسی به مثل فردوسی احساس می‌شود. همین طریق حادثه فاجعه باری شکاری که به سر شاهزاده آشوری آمده است به حادثه شباهت دارد که با اردشیر بابکان رخ داده بود. لحظه عاشق شدن ارسپ، ابردت و پنتیا به عشق دلچسبی که در شاهنامه تصویر یافته است شباهت فوق العاده نزدیک دارد. نوحه و گریه پنتیا در سر مرده شوهرش و نوحه و زاری تهمینه در سوگ پسرش شباهت دارد. سیمای خود کوروش همچون شاه و سازمان دهنده امپریای بزرگ سیمای اردشیر بابکان را به یاد می آورد. اما توازنی شباهت و تصویر دقیقه های واپسین کوروش روشن‌تر ظاهر می شود. حقیقتاً در شاهنامه فردوسی که جزئیات سالنامه های باستانی پارس ها را نگاه داشته است، لحظه های آخرین عمر پادشاه نمونوی تصویر می گردد که وارثیت تخت شاهی را به تنظیم در آورده، انتقال اراده سیاسی او و دستور دفن او را چنان که کوروش نیز چند لحظه پیش از مرگش انجام می دهد آورده شده است. در این حال با مبالغه راه داده نشده وجودیت عنصرهای پارسی در کیراپیدیا واضح و روشن معلومند و آنها با اشاره ها به اسلحه، لباس و عرف و عادتهای پارسی پره شهادت می دهند.
اما چنانه که ذکر کردیم عنصرهای پارسی را کسینفانت با عنصرهای ریمی یونانی پیچانده است. حقیقتاً شورای پادشاهی از روی نمونه گیروسیا که در شهر پاریس ها معمول بود و تحصیلات فرزندان پارس ها از نمونه سپارتا گرفته شده، هاماتیم های گرد و اطراف کوروش جز نسخه هاماتیم ها از جمهوری لکدیمانی چیزی بیش نیست. از طرف دیگر تمایل های اشرافانه و جنگجویانه که به ایدئولوژی کسینفانت الهام بخشیده اند در نظام لکنی معمول بوده. هدف آنها تبدیل دادن شهروندان به جنگاوران بهترین از طریق تشکل دادن افکار جنگاورانه آنها به حساب می رود. عموماً این و مسئله های دیگری وابسته به کیراپیدیا خصوصیت های مباحثوی دارند و در حدود یک سرسخن کشایش ماهیت آنها امکان ندارد و باوری داریم که اثر مذکور برای محققان تاجیک منبع مهمی خواهد بود برای تحقیق سرچشمه های پیدایش و تقویت هویت ملی تاجیکان. خوانندگان دیگر نیز از مطالعه این کتاب برای بلند برداشتن هویت ملی خویش نفعی بزرگ خواهند برداشت و برایشان در این هدف برای کار تمنا داریم. مترجم و محرر کتاب کیراپیدیا به زبان تاجیکی در همراهی با مسئولین چاپ کتاب از کتابخانه ملی تاجیکستان برای خوانندگان گرامی نسخه نخستین آن را پیشکش نموده امید داریم که خوانندگان نازک سنج در مطالعه آن خوشبین بوده در مورد حسن و قبح ترجمه کتاب به زبان تاجیکی فکر و ملاحظه هایشان را بیان و به عنوان ما پیشکش خواهند کرد. رمضان نظریف، دکتری علم‌های فلسفه، پروفسور. کتاب یکم. باب یکم. باری به سرمان اندیشه آمد که چقدر عده زیادی حاکمیت‌های دموکراتی را پیروان ساختار دیگری غیر دموکراتی سرنگون کرده اند، چقدر شاهیگری ها و آلیگارخی ها واژگون و از جانب خلق اسیانگر سرنگون شده اند، چه بسا اشخاصی سیرشمار که در طلب حاکمیتی استبدادی بودند به زودی آن را از دست دادند و اشخاصی یا حکیم و یا خوشبخت که برایشان اقلاً یک مدتی کوتاه حاکمیت داری میسر گردیده است تا به حال هم حیرت زده باقی ماندند. بارها آدمانی را واخورده ایم که بعضیشان غلامی زیاد و بعضی دیگرشان تعدادی کمتری آنها را صاحبی کردند، اما حتی این چند نفر را نیز در خانه خود چنان اداره کرده نتوانستند که غلامانشان با آمادگی کافی به خواجگان خود اطاعت نموده باشند. سپس به اندیشه فرو رفتیم که
چوپانها نیز به حیث فرمانروای رمه چاروای شاخدار، اسبانها فرمانروای گله اسبها هستند و عموماً همه آنهایی که چوپانان هر گونه حیواناتی تحت فرمانبرداریشان قرار داشته نام گرفتند، موافقاً فرمانفرمای این حیوانات محسوب یافته می توانند. با آسانی مشاهده کردن ممکن است که همه این رمه ها به چوپانان خود نسبت بر آدمان به حاکمان خیش بیشتر اطاعت کردن می خواهند، زیرا رمه ها براهی که راهنمایی می شوند حرکت نموده در جایی می چرند که به آنجا می برند و به جایی که اجازتشان نمی دهند نمی روند. رمه ها به چوپانانشان امکان می دهند که درآمدی از آنها حاصل شده را موافق طبع دلشان صرف کنند. هیچگاه نشنیده ایم که رمه علیه چوپانش عصیان برداشته باشد یا از اطاعت سرکشی نموده و یا از استفاده درآمد مالیویش برای او سرپیچیده است. برعکس رمه در مقایسه فرمانفرمایشان با آدمان بیگانه دشمنی بیشتر دارند، گرچنده که صاحبش وی را تنها به منفعت خیش استفاده می‌برد. آدمان باشند با میل تام بر ضد اشخاص عصیان می‌بردارند که آنها را در خواهشی برپا نمودن قدرت از بالایشان گمان بر می‌دانند. بر پایه این نکات به نتیجه رسیدیم که برای انسان برپا نمودن سلطنت بر همه موجودات زنده نسبت به آدمان خیلی آسان تر است. اما شناسایی با روزگار کروش فارس که حاکم آدمان، دولتها و قومهایی بود که زیر اطاعت او در آمده بودند ما را وادار ساخت که عقیده امان را تغییر داده اقرار نماییم که برپا نمودن قدرت بر سر آدمان نباید کار دشوار و صناعت غیر امکان محسوب یابد، به شرطی که اگر برای آن با مهارت و کاردانی سعی ورزد. اطلاع داریم که به اطاعت کروش خلقهای با جان و دل در آمدند که از او در مسافه خیلی دور حیات به سر می بردند و این مسافه بین آنها با روزهای زیاد سفر، بعضی دیگری آنها حتی با ماهها چین گردیده. سیوم این خلقها را عموماً به چشم نمی دیدند و چهارم آنها باشند خوب می دانستند که برایشان دیداری کروش هیچگاه میسر نخواهد شد. با این همه ایشان با میل تام به اطاعت او در آمدند. بین او و شاهان دیگر، هم آنهایی که قدرت را از پدران خود میراث گرفته و هم آنهایی که خودشان به سر قدرت رسیده بودند، فرقیت کلی جای داشت. گذشته از همه این، شاه اسکیفها، حتی آنی که بر شماره زیادی اسکیفها فرمان فرما است، جرأت پیدا نمی کند که حاکمیتش را به سر یگان خلق دیگر تحمیل نماید و از آن قناعتمند خواهد بود که اگر مدتی طولانی تر حاکم قبیله خودش باقی بماند. درباره شاه قوم فراکیه، شاه قوم ایلیریا نیز همین نکته را بیان کردن ممکن است و عموماً همه خلقهای دیگری اروپا چنانه که برایمان معلوم است تا حالا هم مستقلند و به هیچ وسیله با هم رابطه ندارند. کروش نیز خلقهای آسیا را در حالت دریافت که آنها از همدیگر مستقلانه حیات به سر می بردند. او با یک لشکری کوچکی پارس ها به نبرد برخاسته سروری قومی مات که اختیاراً به اطاعت او در آمده و این چنین قومی منطقه گیرکانیا را که آنها هم اختیاراً فرمانبرداری او را پذیرفته بودند به گردن گرفته سوریگی ها، آشوری ها، عرب ها،
کپاداکیان، ساکنان هر دو فریگیا، لیدیگی ها، کریگیگی ها، فینیکی ها و بابوری ها را مطیع خویش ساخت. او برای باختریان، هندوها و کلیکیان، برای سکها، پفلگانیان و مگدیان، برای خلقهای سیرشماری دیگر که هیچ کس حتی نامشان را هم به زبان نمی آورد به مرتبه شاهی رسید. او همچنین شاهی ایلینیانی مقیم آسیا گردیده، سپس از راه بحرنوردی ساکنان کیپر و مصریان را نیز تحت تصرف خویش درآورد. کوروش بر همه این خلقها که زبانهایشان به او کاملا نافهما بودند و عموما خود آنها نیز یکدیگر را نمی فهمیدند حکمرانی می کرد. و به شرافت ترس و وهمی که نسبت به او داشتند به حدی که همه آنها در پیش او می لرزیدند و کسی به او مقابلت کردن نمی خواست، توانست مقیاس بزرگی حدود زمین ها را غصب نماید. به کوروش میسر گردید که در وجود باطنی خلقهای ضبط شده چنان میل و خواهش قوی را برای پسند آنها گردیدن تشویق ساخته بود که آنها پیوسته تنها برای یک چیز تا ابد در زیر حکمرانی او باقی ماندن تلاش می‌ورزیدند. خود این خلقها آنقدر زیاد بودند که سفر کردن به تمام این کشورها، خواه به قسمت شرقی قرارگاه پادشاهی آنها، خواه به قسمت‌های غربی، شمالی و یا جنوبی آنها، با قهرمانی برابر بود. ما کوروش را نسبت به دیگران انسانی شایسته تر شمرده با دقت تحقیق نمودیم که اصل اولادی او چگونه است، قابلیت‌های فطری او چگونه بودند، چگونه این انسان تربیت گرفته است که به چنین قله‌های حاکمیت داری بر آدمان رسیده است. کوشش میکنیم هر چیزی را که در شرح آن موفق شده به نظرمان همچون حقیقتی مقرر شده نمایان گردیده است در اینجا بیان سازیم. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. شما گفتار سیوم را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینافوند تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمپور شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.